امروز جلسه 4 دوره شمسازی هستش. قرار امروز با استفاده از پارافین ژله‌ای براتون یک شم درست بکنیم. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشین که این آموزش زیبا رو با هم ببینیم. سلام، من مریمم. اینجا کانال هنرکده مریمه. خیلی خوش اومدیم به جلسه 4 آموزش. بچه‌ها جلسات قبلی یعنی جلسه 1، 2، 3 در مورد مبانی شمسازی هستن. لطفاً حتما قبل از اینکه این جلسه رو ببینین 3 جلسه قبل رو ببینین و بعدش وارد این جلسه بشین. سابسکرایب کانال یادتون نره. ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنین. زنگوله بالا رو هم بزنین که ویدیوهای ما به شما نمایش داده بشه و اینکه خوشحال میشم تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. مثل جلسات قبلی هر سوالی هم داشتین میتونین توی کامنت ها از من بپرسین، من بهتون جواب میدم. خب امروز با استفاده از این پارافین ژله‌ای میخوام براتون یک نمونه شمع پاستیل درست بکنم. این شمع خیلی راحته ولی بچه‌ها کار کردن با پارافین ژله‌ای یک سری قلق‌ها داره که من اونو توی ادامه کار بهتون میگم. حالا با توجه به اینکه خود پارافین ژله‌ای نسبت به بقیه پارافین ها قیمت خیلی بالاتری داره توی بازار، حالا سعی کنید کمتر سمت این پارافین برید، چون میگم براتون به صرفه نیست. ولی خب برای بعضی از شمع‌های فانتزی و بعضی از شمع‌های دریا و اینا خیلی کارهای زیبایی میشه انجام داد. ولی با توجه به قیمتی که داره، خب شما میتونین شمعی که عرضه میکنید رو هم خیلی با قیمت مناسبتری به فروش برسونید و خب سود خوبی هم داره. ولی خب میگم قیمت بالایی داره به نسبه بقیه پارافین های موجود توی بازار. خود این پارافین ژله‌ای همونطور که دارین مشاهده میکنید یک بافتی شبیه به بافت ژله داره. اینها یک سری قلق ها داره، اونم مخصوصا برای ذوب کردن. اینها خیلی دیر ذوب میشن، باید خیلی حوصله به خرج بدین تا ذوب بشن. من قبل از اینکه کار رو انجام بدم یکم گازم رو روشن کردم و گذاشتم که یکم دمای این بره بالاتر. همزمان که این داره داغ میشه اینو هم بهتون بگم که باید خیلی حوصله به خرج بدین برای آب کردن این پارافین های ژله‌ای، چون تو دمای بالایی تقریبا ذوب میشن و خب دمای مناسب برای ریختن توی قالب برای این پارافین های ژله‌ای هم معمولا دمای بین 85 درجه تا 90 درجه هستش. یعنی وقتی شما به دمای 85 تا 90 درجه رسیدین، اون وقت پارافین شما یک حالت ذوب شده داره. خیلی زود هم میبنده، سفت میشه. باید خیلی دقت به خرج بدین. وقتی وارد میخواین بریزین توی قالب هاتون، سعی کنید که خیلی زود این کار رو انجام بدین که قالباتون یعنی پارافینتون نبنده. حالا من امروز میخوام برای شما یک شمع پاستیل درست کنم. این پاستیل با انواع میوه ها هستش. قالب های میوه‌ای من دارم که میخوام با توجه به اون قالب ها برای شما یک شمع پاستیل میوه‌ای درست بکنم. بچه‌ها حالا قبل از اینکه من پارافین رو توی این ظرفم بریزم، شما اول من با توجه به این رنگدونه قرمز کامران که حالا قرمز نیست زرشکیه تقریبا، میخوام براتون یک شمع پاستیلی هندونه درست بکنم که اول میخوام قرمزی هندونه رو براتون درست بکنم. سعی کنید اول اینو قشنگ ورز بدین که قشنگ توی ظرفی که میریزین یا میخواد ذوب بشه خیلی کمتر ته‌نشینی داشته باشه و یک نواخت پخش بشه.
یک مقداری از این پارافین ژله‌ای رو من توی ظرفمون میریزم. باید خیلی آروم اینها رو ذوب بکنید. میگم دمای خیلی بالایی میخواد برای ذوب شدن، باید خیلی حوصله داشته باشین و اونها رو ذوب بکنید. همزمان باید همینجور با رنگ اون رو پخش بکنه که هم رنگ به صورت یک نواخت ذوب بشه و هم پارافین شما. خب قالبی که من امروز میخوام براتون شمع پاستیل درست بکنم این قالب هستش. این قالب همونطور که توی مبانی اولیه بهتون گفتم جز قالب های شرکتی هستش. قیمت خیلی خوبی داره، خیلی انعطاف پذیرن، ولی خب نازکن. مثل این قالب های دستسازی که الان اینجا دارین میبینین ضخامت ندارن، کیفیت خوبی دارن اگه به درستی ازشون استفاده بکنین. حالا من یک سری علاوه بر این قالب های دیگه هم دارم که دستساز هستن. خودمون این قالب ها رو تولید میکنیم. شما میتونین از انواع میوه ها، انواع شکلات ها، انواع هر ماده غذایی دیگه میتونین قالب بگیرین. خبر خوبی که میتونم بهتون بدم که توی جلسات قبلی هم بهش اشاره شد و من گفتم که یه سورپرایز دارم براتون آخر فیلم بهتون میگم، اینه که بچه‌ها من خودم میتونم به صورت کاملا حرفه‌ای قالب سازی رو هم به صورت رایگان بهتون آموزش بدم. پس لطفا خیالتون بابت اینکه چجوری ما قالب بگیریم و اینا راحت باشه. الان شما اگه همین قالب رو بخوان توی بازار بخرین، این قالب تقریبا حدود 200 تا 250 براتون توی بازار در میاد، ولی شما میتونین با یه قیمت خیلی کمتر خودتون این قالب رو تهیه بکنید. الان از 4 تا میوه بلوبری، رزبری، توت و شاه توت براتون من قالب گیری کردم توی این قالب. این یکی دیگه هم قالب توت هستش. حتی شما میتونید از این قالب های شرکتی دیگه که برای پاستیل یا برای انواع دسرهای دیگه استفاده میکنید توی خونه هم استفاده بکنید. حالا من خودم یک سری از این قالب ها رو از قبل برای شما با همین پارافین ژله‌ای براتون انجام دادم و خروجی گرفتم از قالب ها. شما ببینید چقدر واقعی و نزدیک هستن. الان این قالب رزبری هستش که من خروجی گرفتم ازش. این قالب همون گلی هست که اون بالا دارین میبینین. این یکی شاه توت هستش. بچه ها این خیلی رنگش خوشگله. من نمیدونم توی تصویر الان مشخص هست یا نه. ترکیب رنگی که استفاده کردم هم رنگ بنفش کامران بوده با یه قطره از رنگ مشکی مایع. خیلی رنگ قشنگی داره. یه طحمایه بادمجونی خیلی پررنگ داره و واقعا خیلی قشنگ شده. این الان بلوبریش هستش و اینا هم خب توت هستش که من ازشون خروجی گرفتم. خیلی قشنگه. شما میتونید با استفاده از همین ها انواع شمپا رو و انواع تزیینات رو داشته باشین. همزمان که پارافینمون داره آب میشه یه چیز دیگه هم بهتون بگم. شما وقتی میخواین که مثلا الان مثل من شکل هندونه رو در بیارین، به خاطر اینکه وقتی میخواین از قالب خروجی بگیرین این آخر ظرف میشه اون چیزی که شما اول دارین میبینین. پس اول ما باید قرمزی هندونه رو درست بکنیم، بعد یک لایه نازک سفید برای وسط اون درست بکنیم و بعد لایه آخر که رنگ سبز هستش. الان پارافین ما به اون درجه‌ای که باید رسیده و خب تقریبا ذوب شده کامل. وقتشه که ما توی قالبمون بریزیم این پارافین رو. اینا هم چوب بستنی هستن، خیلی خوبه برای این نمونه از پارافین مخصوصاً. برای خروجی گرفتن از این کار، برای راحت در اومدن پارافینمون از توی قالب، شما میتونین از قبل
اسپری سیلیکون هم بزنین. ولی خب پارافین ژله‌ای معمولا خودش از توی قالب خوب در میاد، به خاطر همین من اسپری سیلیکون فعلا نزدم. اگه توی تصویر مشخص باشه پارافین ژله خیلی زیاد حباب میزنه. حالا این حباب ها توی بعضی از کارها میتونه جلوه طبیعی به کار شما بده، ولی خب برای شمع‌های جار، شمع‌هایی که با پارافین ژله‌ای توی ظرف‌ها دارین کار انجام میدین، نحوه خارج کردن این حباب‌ها رو بهتون میگم که چجوری باید این حباب‌ها رو خارج بکنید. حالا من باید یک لایه نازک از این رنگ قرمز رو توی قالبمون بریزم. میخوام از این قالب‌های کوچیک‌ترش استفاده بکنم. اضافی این پارافین ها رو هم میتونیم توی بقیه قالب هایی که داریم بریزیم. برای بقیه شمع هایی که میخوایم درست بکنیم میتونیم یک سری تزیینات ژله‌ای داشته باشیم برای روی کاپ کیک هامون، برای روی انواع کیک ها، انواع دسر هایی که میخوام درست بکنیم که بتونیم از اینها استفاده بکنیم. یه سوالی که شاید توی ذهنتون باشه اینه که چطوری ما اینها رو پاک بکنیم، پارافین ها رو، و ظرفمون رو چطوری تمیز بکنیم. میذارین این پارافینی که ته ظرفتون مونده با شعله‌ای که متوسط باشه اون رو ذوب میکنین. بعدش با استفاده از یک دستمال، چند لایه دستمال که دستتون نسوزه، قشنگ اون رو از ته ظرف برمیدارید و ظرفتون رو تمیز میکنید که برای رنگ‌های بعدی آماده باشه. خب به همین راحتی ظرف شما تمیز میشه. حالا برای درست کردن لایه سفیدی که توی هندونه وجود داره بچه‌ها، به همون طریق قبلی که این رنگ قرمز رو درست کردیم، حالا شما میاین رنگ سفیدش رو درست میکنید. خیلی کمتر پارافین لازم داریم، زیاد پارافینی لازم نداریم. همین مقدار بسته. با استفاده از رنگ سفید، بازم من دارم از رنگ کامران استفاده میکنم، به همون صورت اینو ورز میدیم. شما میتونین برای اینکه رنگ سفیدتون یه رنگ طبیعی تری داشته باشه، دقیقا مثل همون سفیده هندونه بشه، یک مقدار خیلی خیلی کم رنگ زرد بهش اضافه بکنین، خیلی کم، که رنگتون طبیعی تر در بیاد. حالا من با استفاده از همین رنگ سفید دارم این کار رو انجام میدم. خب بچه من یک مقدار خیلی خیلی کمم از رنگ زرد کامران استفاده کردم برای اینکه رنگ سفیدی هندونه طبیعی تر بزنه. حالا دیگه آماده است که اون رو بریزم توی قالبمون، روی همون لایه قبلی که ما رنگ قرمز رو ریختیم. حالا یک لایه خیلی نازک رنگ سفید میریزیم.
حالا برای درست کردن رنگ سبز هم مثل سری قبل پارافین ها رو میندازیم. برای اینکه رنگ سبزتون یک رنگ سبز طبیعی باشه، من از این رنگ سبز کامران دارم استفاده میکنم. بازم مثل دفعات قبلی اینو باید خوب ورز بدین این رنگ ها رو، برای اینکه رنگ پذیری یک نواختی داشته باشه، یعنی رنگ اون پارافینتون یک نواخت همه جاش رنگ بشه. حالا این رنگ میبینی که رنگش یه رنگ سبز روشنی هسته. شما برای اینکه رنگ سبزتون رنگ سبز تیره‌ای باشه و خوش رنگتر در بیاد، میتونین در کنارش از این رنگ‌های مایع استفاده کنین. من الان خودم دارم از رنگ مشکی مایع هم استفاده میکنم برای اینکه رنگ سبزم رو یکم پررنگ‌تر بکنم. کلا برای اینکه رنگی که دارین رو پررنگ‌تر بکنین، میتونین از رنگ مشکی استفاده کنین و برای اینکه اون رنگی که دارین رو کم رنگ‌تر کنین، میتونین از رنگ سفید استفاده بکنین. همینطوری که دارین میبینین رنگ سبزی که اینجا ایجاد شده خیلی سبز قشنگی نیست، یکم کم رنگه. حالا میتونیم رنگ مشکی رو اضافه بکنیم برای اینکه سبزمون حالت تیره تری پیدا بکنه. خب به اندازه یه قطره از این رنگ مشکی رو اضافه میکنین. خودتون دیگه بسنجین، هر وقت رنگ مد نظرتون درست شد دیگه ادامهش ندید. یه مقدار خیلی کم هم از رنگ سبز مایع من استفاده کردم برای اینکه رنگمون خوش رنگ تر بشه. الان برای من یه همچین رنگی به دست اومده. شما خودتون میتونید باز ترکیب رنگی که دوست دارید رو بسازید و اون رنگی که میخواید رو درست بکنید. حالا وقتشه که رنگ سبزمون رو هم به بقیه پارافینای دیگه‌مون اضافه بکنیم. رنگ من خیلی پررنگ شده بچه‌ها، شما میتونین کم رنگ تر از اینم درست بکنین، زیباتر در میاد برای شما. خوبی شمعسازی بچه‌ها اینه که ما اصلا توی شمعسازی چیزی به اسم دورریز نداریم. الان مثلا همین مقدار پارافینی که من اضافه آوردم رو میتونم توی یکی دیگه از این قالب ها بریزم. خب برای یک تزیین دیگه ای که داشته باشیم میتونیم ازشون استفاده بکنیم. برای شمع‌های بعدی که داریم درست میکنیم، انواع شمع‌های دسر، برای همین شمع پاستیلی که الان دارم بهتون آموزش میدم، میتونید دوباره از اینها استفاده بکنید. حالا تا پارافین ما ببنده و خودشو بگیره، شما میاین ظرفتون رو آماده میکنین. من میخوام توی این ظرف بذارم، شما میتونید توی هر ظرف دیگه که دوست دارین استفاده کنین. میتونین ظرف دردار باشه، از این ظرفایی که درب چوبی دارن میتونین استفاده بکنین، ولی خب یک همچین ظرفی هم برای این کار به نظر من مناسب هستش. خب اولین کاری که شما باید انجام بدین اینه که شما یک همچین چیزی رو بسازین برای پایه فتیله شما درون شمعتون. خب میتونین به همین صورت توی بازار تهیه بکنین. میتونین مثل من گفتم از این پایه های نگه دارنده بخرین و خب خودتون درست بکنین. کاری هم نداره، اصلا هم سخت نیست. یه دونه از این پایه های نگه دارنده رو برمیداریم. با استفاده از فتیله‌ای که داریم
فتیله من فتیله 28 دار هستش، میتونید ازش استفاده بکنید. به این صورت که خب اینو از اینجا رد میکنیم، پایینش رو میتونیم با یک قیچی ببریم، اینو میذاریم اینجوری بمونه. حالا با استفاده از همین قیچی میایم این طرفای این رو به این صورت محکم میکنیم که فتیله ما فیکس بشه توی اون و دیگه در نیاد. حالا برای اینکه فتیلمون ته ظرفمون قرار بگیره، از این چسبای دو طرفه استفاده میکنیم. گفتم که اینا نمونه‌های مختلفی داره توی بازار، اینم یک نمونه از اون هستن که بهش میگن چسبای بادکنکی دو طرفه، که این چسبای بادکنکی به این صورت هستش که شما این رو میچسبونین اینجا و خب در میارین. بعد این رو میتونین وسط ظرفتون، وسط ظرفی که میخواین فتیلتون قرار بگیره بذارین و اونجا فیکسش کنین به این صورت. به همین راحتی دیگه خودش میچسبه و شما کارتون خیلی تمیزتر در میاد. مرحله آخر کارمونم میرسه به درآوردن پارافین ها از توی قالب که خیلی حس لذت بخشی هم داره و بعدش هم چیدن اونها توی ظرفمون. شما الان این دونه توت رو ببینین، خیلی زیباست. حالا نمیدونم توی فیلم مشخص هست یا نه. اینم به همین صورت در میاریم. حالا این به خاطر این هستش که حجمی که توی این ریختم خیلی کمتر بوده. خب نوبت میرسه به این رزبری که بخوایم درش بیاریم. بچه ها اینا رو باید با دقت کامل در بیارین که یه وقت کارتون نشکنه. خب میبینین چقدر خوشگله، این رنگش هم خیلی قشنگ شده. خب میریم سراغ درآوردن شمعایی که امروز درست کردیم از توی قالب. خب میبینین چقدر خوشگل شده بچه ها، خیلی قشنگه. شما به همین صورت ببینید بچه ها، الان مثلا من اومدم شمع هندونه رو درست کردم. شما میتونین با توجه به سلیقه خودتون، با توجه به خلاقیت خودتون انواع شمع ها رو درست بکنید. این یه ژله میمونه دیگه. دیدین تا حالا چقدر مثلا توی آشپزخونه وقتی میخواین ژله درست کنید فکرای متفاوتی میاد براتون، خلاقیتتون باز میشه. این هم به همین صورت هستش. اینم یکی دیگه از اونا. اینم سومی که درست کردیم. خب حالا اینا رو میذاریم کنار برای چیدن شمع هامون و ژله هامون توی ظرف. خب مرحله آخر کارمون میرسه به چیدن این ژله هامون توی ظرف. بچه‌ها شما نمیدونید چقدر اینا از نزدیک قشنگن. قشنگ حس ژله بودن رو دارن بهمون منتقل میکنن. قشنگ عین پاستیلن، یعنی انگار شما واقعا یک پاستیل واقعی درست کردین. الان این از نزدیک ببینید چقدر خوشگله، خیلی زیباست. دقیقاً حس پاستیل رو داره بهمون منتقل میکنه. چیدمان اینا هم دیگه سلیقه خودتونه، خلاقیت خودتونه. هر طوری که دوست دارین میتونین اینها رو توی ظرف بچینین.
حالا شما میتونستین مثلا وقتی پارافین داره ذوب میشه اینها رو اسانس های مختلفی بهشون بزنی که مثلا وقتی داری این پاستیل هندونه رو شمعش رو درست میکنین یک اسانس هندونه هم بزنین که واقعا اون بو و طعم هندونه رو برای شما تداعی بکنه. ولی خب من استفاده نکردم. حالا طرز تهیه و طرز استفاده از اسانس رو توی قسمت‌های بعدی بهتون میگم کاملا که چه موقعی باید اسانس اضافه بکنین. کلا اندازه مجاز برای اسانس رو بهتون میگم که چه مقدار شما میتونین توی یک شمع از اسانس استفاده بکنین و تا چه حدی مجاز هستش که استفاده بکنین از اسانس ها. خیلی خوشحال شدم بچه ها که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً کانال ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی بکنین و هر سوالی که دارین باز هم دارم میگم میتونین توی دایرکت این اینستاگرام یا حتی توی همین کامنت ها از من بپرسین. من سعی میکنم که به طور کامل بهتون جواب بدم. زنگوله رو هم فعال بکنین که هر وقت فیلم های ما پخش شد و هر وقت نوبت قسمت بعدی فیلممون شد بهتون نمایش داده بشه. و خب لطفا سعی بکنین بچه ها سرسری از کنار این آموزش ها رد نشین. خواهش میکنم که حتما وقتی دارین آموزش ها رو میبینین یه دفتر بردارین، نکات رو یادداشت برداری بکنین. شما هر چقدر که یک فیلم رو ببینین تا خودتون اونها رو یادداشت برداری نکنین و نرید و امتحان نکنین، آزمون و خطا ندین. هیچ وقت نمیتونین اون کارایی که باید داشته باشین رو به دست بیارین. لطفاً آزمون و خطا بدین، نترسین، سعی کنین شروع بکنین یک کاری رو. همینجور دوره نبینین. خیلی ها هستن که فقط میان دوره میبینن، نگاه میکنن ولی خب هیچ کار دیگه ای نمیکنن. اینم از نتیجه نهایی شمع پاستیلمون بچه ها. این واقعا تداعی کننده یک پاستیل هستش. از نزدیک نگاه میکنی واقعا هیچ فرقی با پاستیل نداره و شاید حتی اشتباهی بگیرن و به جای پاستیل اینو بخورن. اینقدر که خوشگله و قشنگه و واقعا شبیه پاستیل واقعیه. ولی باز هم بچه ها تا شما خودتون این کار رو انجام ندین، چند بار آزمون و خطا نکنین، نمیتونین اون حس خوبی که باید از این شمع بگیرین رو داشته باشین. امیدوارم که از این جلسه هم خوشتون اومده باشه، از این آموزش لذت برده باشین. باز هم دارم بهتون میگم هر سوالی که داشتین در رابطه با قسمت های قبل و این قسمتی که مشاهده کردین میتونین توی کامنت ها از من بپرسین. با کمال میل بهتون جواب میدم. سابسکرایب کانال یادتون نره. خوشحال میشم که کانال ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی بکنین. لطفاً آزمون و خطا بدین، تکرار و تمرین بکنین تا بتونین اون کارایی که باید داشته باشین از این ویدیوها بگیرین. واقعا حیفه که آموزش های به این خوبی داره رایگان در اختیارتون قرار میگیره ولی شما از اونها استفاده نکنین. خوشحال شدم که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. توی قسمت بعدی با یک شمع جذاب دیگه در خدمتتون هستیم و امیدوارم که روزهای خیلی خوبی رو سپری بکنین. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدارتون باشه.